پارت اول معرفی جزایر رویایی و بکر ایران رو با هم دیدیم. حالا بدون معطلی بریم سراغ پارت دوم. فقط قبل از اینکه بریم لایک قشنگ تو بکن. 2 جزیره تنب بزرگ و کوچک که در شرق خلیج فارس در نزدیکی تنگه هرمز قرار دارند. این جزایر بخشی از استان هرمزگان ایران هستند. تنب بزرگ در جنوب غربی جزیره قشم و تنب کوچک در غرب تنب بزرگ قرار داره. تنب بزرگ حدود 11 کیلومتر مربع و تنب کوچک حدود 2 کیلومتر مربع مساحت دارند. موقعیت این جزایر در نزدیکی تنگه هرمز یکی از مهمترین مسیرهای کشتیرانی جهان به آنها اهمیت استراتژیک ویژه‌ای بخشیده. این جزایر نقش مهمی در کنترل و نظارت بر رفت و آمد کشتی‌ها در خلیج فارس دارند. جزایر تنب بزرگ و کوچک دارای آب و هوای گرم و خشک هستند. پوشش گیاهی در این جزایر محدود و بیشتر شامل گیاهان مقاوم به خشکی و شوری هستند. تنب بزرگ دارای تپه‌هایی که بلندترین نقطه اون 53 متر از سطح دریا ارتفاع داره. تنب کوچک جزیره صخره‌ای و کم ارتفاعی که بلندترین نقطه اون 35 متر از سطح دریا ارتفاع داره. جزیره تنب بزرگ دارای سکن است، اما جزیره تنب کوچک عمدتاً به عنوان یک پایگاه نظامی مورد استفاده قرار میگیره. بریم سراغ جزیره بعدی، جزیره هنگام. نگین درخشان خلیج فارس با سواحل نقره‌ای و آبهای زلال، مقصدی جذاب برای گردشگران و طبیعت دوستانه. این جزیره کوچک در جنوب جزیره قشم و استان هرمزگان قرار داره و با جاذبه‌های طبیعی و تاریخی هر ساله گردشگران بسیاری رو به سوی خود جذب میکنه. جزیره هنگام در فاصله 2 کیلومتری جنوب شرقی جزیره قشم قرار داره. برای دسترسی به این جزیره ابتدا باید به جزیره قشم سفر بکنیم و سپس از طریق قایق‌های مسافربری به هنگام بریم. یکی از مهمترین جاذبه‌های این جزیره تماشای دلفین‌های بازیگوش در آب‌های اطرافه. بهترین زمان برای مشاهده دلفین‌ها صبح زوده. در بازار محلی جزیره میتونید صنایع دستی، محصولات دریایی و غذاهای محلی رو تهیه بکنید. در جزیره هنگام میتونید جبیرها رو از نزدیک ببینید. جبیر نوعی آهوی کوچک است که در جزیره به صورت گروهی زندگی میکنه. ممنون میشم قبل از اینکه بریم جزیره بعدی رو معرفی کنم کانال ما رو سابسکرایب کنید، این ویدیو رو هم لایک کنید. و اما جزیره بعدی، جزیره هرمز. نگین رنگارنگ خلیج فارس با خاک سرخ و کوههای رنگین کمانیش یکی از شگفت‌انگیزترین جزایر ایرانه. این جزیره کوچک اما پر از جاذبه‌های طبیعی و تاریخی در تنگه هرمز واقع شده و به دلیل موقعیت استراتژیک و منابع غنی همواره مورد توجه بوده. جزیره هرمز در جنوب ایران در تنگه هرمز و در فاصله 8 کیلومتری بندر عباس واقع شده. برای دسترسی به این جزیره میتونید از طریق قایق‌های مسافربری از بندر عباس یا جزیره قشم اقدام کنید. غار رنگین کمان هرمز یک مکان بی‌نظیر و بکر از شگفت‌انگیزترین جاذبه‌های طبیعی ایرانه. به دلیل تنوع رنگی بی‌نظیر دیوارهاش که حاصل وجود مواد معدنی مختلفه به این نام خونده میشه. دیوارهای غار رنگین کمان هرمز طیف گسترده از رنگ‌ها رو به نمایش میذاره. این تنوع رنگی حاصل وجود مواد معدنی مختلف مانند اکسید آهن، گوگرد و نمک هستش. اما دقت کنید که این غار رو با دره رنگین کمان هرمز اشتباه نگیرید. و اما دره رنگین کمان که با خاک‌های رنگارنگ و طیف‌های متنوع یکی از منحصر به فردترین جاذبه‌های طبیعی جزیره هرمزه. خاک سرخ جزیره هرمز که به گلک نیز شهرت داره از جاذبه‌های منحصر به فرد این جزیره است. این خاک علاوه بر رنگ سرخ خیره کنندش
دارای خواص خوراکی نیز هست و در تهیه برخی از غذاهای محلی مورد استفاده قرار میگیره. وقتی قدم به ساحل نقره جزیره هرمز بذارید، زیر پاتون خاکای اکریلی رو مشاهده میکنید. خاکی که مانند براده های نقره می درخشه و تلالو اون نظر هر گردشگری رو جذب میکنه. این خاک از مواد مذاب آتشفشانی بر جای مانده که حاوی آمین سیلیکات هستند که در کانی های آذرین وجود دارند. از پود شدن این سنگ‌ها و کانی‌ها چنین براده های درخشانی بر جای مانده. دوست دارم نظرتون رو تا اینجای ویدیو برام حتما کامنت کنید. آیا تجربه رفتن به این مکان‌های زیبا رو داشتید؟ خب جزیره بعدی جزیره سیری یا جزیره راس. این جزیره ایرانی به دلیل ممنوعیت ورود زنان و همچنین فعالیت‌های نفتی و نظامی‌اش شهرت داره. جزیره سیری در خلیج فارس واقع شده و حدود 72 کیلومتر با بندر لنگه و 27 کیلومتر با جزیره ابوموسی فاصله داره. مساحت جزیره حدود 17 کیلومتر مربع. سطح جزیره نسبتاً صافه و بلندترین نقطه اون تقریباً 24 متر از سطح دریا ارتفاع داره. اما نام اصلی و پارسی این جزیره راز بوده. به دلیل نزدیکی با مناطق عرب نشین، عرب معادل عربی اون یعنی سری رو استفاده کردن. این نام در زبانهای اروپایی به سیری تلفظ می شده و از طریق آن به زبان فارسی امروزی رسیده. پوشش گیاهی جزیره ضعیف هست و بیشتر شامل گیاهان مقاوم به کم‌آبی مانند نخل ها میشه. جانوران بومی جزیره شامل آهو و لاک‌پشت‌های دریایی و پرندگان دریایی هستند. جزیره سیری به دلیل منابع نفتیش اهمیت زیادی داره و محل استقرار تأسیسات نفتیه. این جزیره از نظر نظامی نیز اهمیت استراتژیک داره و این جزیره دارای فرودگاه و اسکله هستش. ممنونم که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. حتما نظرتون رو در مورد جزایر بکر و زیبای ایران برام بگید و اگر تجربه‌ای دارید برام کامنت بذارید. کانال ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو فعال کنید.